هر وقتا انسان دروغ میگفته است. ملائکه ها که خداوند ملائکه های را نزد ما و شما گذاشته است، برای نگاه و بین ما و شما گذاشته است، اونها از پهلوی ما میگریخته اند، میگریخته اند، میلند، با مقدار میل از پهلوی ما میگریخته اند. من نتن ما جاء به، از همان دروغی که گفتی خداوند بوی بد را بیرون میکرده است که ملائکه ها دیگر در اطراف تو ایستادن در طاقت نداشته اند. وقتی تو دروغ میگفته ای چگونه که پیامبر میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراس فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. خیلی که یک آدم پیاز میخورد یا چسناک میخورد یا یگان نمود علفهای بویناک میخورد، پیامبر گفتند شما به مسجد ما نزدیک نشوید، زیرا ملائکه ها آزار میابند از آن بویی که در پهلوی تو بودگی برادرهات آزار یافتند. سلام علیک یا